طرحی که برای بررسی در بین وکیلان دومه دولتی تقسیم می‌کنند به گفته ویاچسلاو والودین، یکی از سیاستمداران مهاجر ستیز روسیه، برای تکمیل سیاست مهاجرت پیش بینی شده است. او در صفحه‌اش در تلگرام نوشته است که طرح مذکور به نظارت بهتری حضور، جای کار و درآمد مهاجران در روسیه مساعدت می‌کند. روسیه میزبان اساسی صدها هزار از مهاجران کاری تاجیک و در عموم میلیون‌ها مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی است. اگر این قانون را دومه دولتی قبول کند، در آن صورت زندگی صدها هزار مهاجر که بر روسیه نه تنها همچون مکان درآمد موقتی بلکه همچون کشور برای اقامت دراز مدت می‌نگرند به کلی تغییر می‌یابد. RVP یا اجازه اقامت موقتی و VNG اجازه اقامت قدم‌های اولیه برای گرفتن شهروندی روسیه است. برخلاف پتنگ، این سندها مهاجر را از پرداخت‌های علاوه‌ای آزاد و کفالت‌های اجتماعی را برای آنها تامین می‌کند. در صورت از دست دادن حق اقامت، مهاجر مجبور می‌شود یا روسیه را ترک کند و یا به پتن برگردد که کار زیاد و سرخرج دارد. دیگر اینکه بسیاری از مهاجران آسیای مرکزی در ساختمان، راهسازی یا ساحه کشاورزی فعالیت می‌کنند که موسمی هستند. کار 7-8 ماه از بهار تا تیر ماه ادامه می‌یابد و در این مدت مهاجران به وطن برمیگردند. طلبات کاری 10 ماهه در 12 ماه سال حضور کارگران موسمی را ناممکن می‌سازد. آنها مجبور می‌شوند زمستان یا جای کاری ساخته جویند و یا ساحه فعالیت خود را عوض کنند. اساساً اجازه اقامت را آنها می‌گیرند که عائله‌های خود را به روسیه کوچانیدند. اگر سروری خانواده مقام خود را به سبب سابقه ناکفایه کاری از دست دهد، در آن صورت تمام اهل خانواده از جمله کودکانی که به مکتب و کودکستان‌های روسیه می‌روند به خطر دپورتاسیون یا اخراج روبرو می‌شوند. به گفته حامیان حقوق مهاجران که رادیوی آزادی با آنها صحبت کرد، قبول طرح قانونی نو به معنای تنگ شدن امکانات کار و زندگی در روسیه خواهد بود که به این هم در چند سال اخیر محدود و سخت‌تر شده است. بنا به آمارهای رسمی حکومت، سال 2025 از تاجیکستان بیشتر از 702,000 نفر به مهاجرت کاری و اکثرا به روسیه رفتند که در مقایسه با سال 2024 تقریبا 100,000 نفر کمتر است.